ماده تاریک یکی از بزرگترین اسرار کیهان شناسی است که به باور دانشمندان بخش عمده‌ای از علم جهان را تشکیل می‌دهد. اما اگر این ماده نه تنها در جهان ما بلکه در جهان‌های دیگر نیز وجود داشته باشد چه؟ ما در این ویدیو به بررسی علمی ماده تاریک در جهان‌های دیگر می‌پردازیم. ماده تاریک چیست؟ ماده تاریک نوعی از ماده است که نور یا هیچ نوع از تابش‌های الکترومغناطیسی را جذب یا منتشر نمی‌کند و تنها از طریق نیروی گرانش با ماده معمولی تعامل دارد. بر اساس مشاهدات نجومی، ماده تاریک حدود 27% از جرم انرژی کل کیهان را تشکیل می‌دهد. برخی از شواهدی که وجود ماده تاریک در جهان ما را اثبات می‌کنند: سرعت چرخش کهکشان‌ها، اختلاف میان سرعت چرخش ستارگان در کهکشان‌ها و جرم قابل مشاهده آنها، عدسه گرانشی، اثر گرانشی ناشی از ماده تاریک که موجب انحراف نور اجسام دورتر می‌شود، تابش زمینه‌ای کیهانی. تحلیل‌های تابش زمینه کیهانی نشان دهنده تأثیرات ماده تاریک در ساختار بزرگ‌مقیاس جهان است. نظریه‌های ماده تاریک در جهان‌های دیگر: چند جهانی، فرضیه‌ای که می‌گوید ممکن است جهان‌های دیگری خارج از جهان قابل مشاهده ما وجود داشته باشد. این جهان‌ها می‌توانند قوانین فیزیکی مشابه یا متفاوتی با جهان ما داشته باشند. وجود ماده تاریک در جهان‌های موازی: اگر جهان‌های دیگری با ساختار مشابه جهان ما وجود داشته باشند، ممکن است ماده تاریک نیز در آنها وجود داشته باشد و نقش مشابهی در ساختار و دینامیک کیهان ایفا کند. برخی از کشف‌های ماده تاریک در جهان‌های دیگر: اثر گرانشی. بررسی اثرات گرانشی ناشی از ماده تاریک در جهان‌های دیگر می‌تواند یکی از راه‌های شناسایی آن باشد. پرتوهای کیهانی. تحلیل تابش‌ها و پرتوهای کیهانی از جهان‌های دیگر می‌تواند به شناسایی ماده تاریک کمک کند. شبیه‌سازی‌های کامپیوتری. استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری برای مدل‌سازی جهان‌های چندگانه و تأثیرات ماده تاریک در آنها. بعضی از ابزارها و روش‌های تحقیقاتی: تلسکوپ‌های فضایی مانند تلسکوپ جیمز وب که می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر اثرات گرانشی و تابشی بپردازد. آزمایش‌های زیرزمینی مانند آزمایش لوکس و زنون که به دنبال شناسایی مستقیم ذرات ماده تاریک هستند. آزمایش‌های برخورد دهنده‌ها مانند برخورد دهنده هادرونی بزرگ که می‌تواند به تولید و شناسایی ذرات ماده تاریک در شرایط خاص بپردازد. چالش‌ها و فرصت‌های این تحقیق بزرگ. چالش‌های شناسایی: تاکنون هیچ شناسایی مستقیمی از ماده تاریک صورت نگرفته و پیچیدگی‌های نظری و علمی زیادی در این راه وجود دارد. فرصت‌های پژوهشی: کشف ماده تاریک در جهان‌های دیگر می‌تواند به فهم بهتری از ساختار کلی کیهان و قوانین بنیادین فیزیک منجر شود. تحقیق درباره ماده تاریک نه تنها به درک بهتری از جهان خودمان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند دریچه‌ای به سوی فهم عمیق‌تر از جهان‌های دیگر باز کند. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در این زمینه می‌تواند به کشفیات بزرگی منجر شود که بر تمام علوم طبیعی تأثیر خواهد گذاشت. اگر از این ویدیو لذت بردید، لطفاً ویدیو را لایک کنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیف را هم فعال کنید.